O'zbekiston Respublikasi hududida 30 va 60 kunlik muddatga vizasiz va elektron viza asosida kirib kelgan hamda karantin e'lon qilinganligi munosabati bilan طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه ازبکستان، عین زمان 23 شهروند ازبکستان در خارج کشور با کرونا ویروس سرایت یافتند. از اینها در استرالیا 1، ارمنستان 1، ایالات متحده آمریکا 10، امارات متحده عرب 1، جمهوری کره 1، پاکستان 5، روسیه 1، تایلند 1، قزاقستان 2. 3 نفر آنها علکی وفات کردند. ایالات متحده آمریکا. در نوبت خود طبق معلومات 6 اپریل شماره مبتلایان به کسری مذکور در داخل ازبکستان 397 نفر را تشکیل می‌کند. Мы будем ежедневно информировать вас о принимаемых мерах Государственной комиссии, правительства, центральных госорганов. در قزاقستان شماره سرایت شدگان 651 نفر، در قرقیزستان 228 نفر را تشکیل می‌کند. فاسکن $10,000 بود در حساب میونه و یعنی برابر قریب $100,000 $150,000 و غیره شد، یعنی که با مراتب علاقه نرخ بالا رفته است. تا به امروز مقامات تاجیکستان و ترکمنستان دعوا دارند که در کشورهای آنها کسی به ویروس مذکور مبتلا نشده است. ولی به همه این نگاه نکرده روزهای 6 و 7 اپریل در شمال تاجیکستان بالاروی نرخ مواد خوراکواری مشاهده شده است که مشاهدان در بازارهای محلی تلاطم را قید نمودند. در روز 50